سلام به شما و این بررسی عمیق. امروز میریم سراغ منابعی که فرستادید درباره کتاب ایقان. یا خب همون کتاب یقین. یه سری گزیده از خود کتاب داریم، یه راهنمای مطالعه خوب و یه خلاصه به زبان عربی هم هست. هدفمون اینه که بفهمیم پیام اصلی این کتاب چیه. درسته؟ دقیقاً. میخوایم ببینیم این کتاب چی میگه درباره این که حقیقت الهی چطور آشکار میشه و مهمتر این که چرا اغلب انگار مردم متوجهش نمیشن. یعنی یه جورایی انگار یه سری حجاب یا پرده هست که نمیذاره حقیقت دیده بشه و خب این کتاب سعی میکنه اونها رو کنار بزنه. خب عالیه. بیایم شروع کنیم. یکی از اولین چیزهایی که توی گزیده ها خیلی برجسته بود صحبت از پیامبرانه. ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و بعداً باب و بهاءالله. از اونها به عنوان مظاهر ظهور الهی یا مشراق‌های اشراق الهی یاد میکنه. جالبه برام که میگه اینها در اصل انگار یک روح واحد دارن. چرا انقدر روی این وحدت تاکید شده؟ ببینید این نکته خیلی کلیدیه. این ایده‌ای که همه اونها در واقع یکی هستند به یه مفهوم بزرگتری وصل میشه. بهش میگن ظهور تدریجی وحی. منابع اینطوری توضیح میدن که حقیقت الهی مثل یه نوره که از یک خورشید واحد میتابه. اما خب در زمانهای مختلف و بسته به ظرفیت مردم از افقهای مختلفی طلوع میکنه. آها، یعنی اصل نور یکیه ولی محل طلوعش فرق میکنه. دقیقاً. تعالیم خاص، شریعتها ممکنه فرق کنه چون باید متناسب با زمان و مکان باشه. اما اون حقیقت الهی بنیادین که میارن یک پارچه و پیوسته است. انگار فصلهای مختلف یک کتاب واحد الهی هستند. پس هدف همیشه تجدید حیات معنوی بوده برای هر عصر. بله، هدف اصلی همینه. احیای معنوی بشر در هر دوره. خب پس اگه پیام اصلی یکی و پیوسته است، چرا کتاب انقدر تاکید داره که مردم اغلب این پیامبران رو خب نمیشناسن یا حتی رد میکنن؟ اینجا همون بحث حجوب یا پرده ها پیش میاد که گفتید. درسته؟ به نظر میرسه دو نوع اصلی وجود داره. آره. بله، منابع به دو دسته اصلی اشاره میکنن. یکی حجوبات علم هستش. حجوبات علم. این راستش خیلی جالبه. منظور وابستگی شدید به تفاسیر گذشتگانه، یا مثلا چسبیدن به معنای خیلی ظاهری و تحت اللفظی کلمات کتاب‌های آسمانی قبلی. یعنی طرف میگه چون تو کتاب قبلی اینجوری نوشته پس باید دقیقاً همون اتفاق بیفته؟ دقیقاً. یا حتی افتخار به دانش دنیوی خودشون بدون داشتن بصیرت روحانی. اینها مثل یه عینک دودی عمل میکنن که نمیذارن نور حقیقت جدید رو ببینن. غرور و هوای نفس هم خب جز همین حجاب‌ها حساب میشن دیگه. فهمیدم. و اون نوع دوم چی بود؟ اون یکی انگار کمتر توضیح داده شده بود تو خلاصا. اون حجوبات جلال هست. راهنمای مطالعه یه اشاره‌هایی بهش داره. این فقط مربوط به قدرت و شکوه ظاهری مثلا حاکمان یا علمای زمان نیست که حقیقت رو میپوشونه. گاهی وقتا ظاهر شاید ساده، فقر یا حتی به نظر ضعیف بودن خود پیامبر هم میتونه حجاب باشه. آها. یعنی چون انتظار دارن پیامبر با خدم و حشم و قدرت بیاد. بله، برای کسانی که انتظار شکوه و قدرت دنیوی دارن، اون سادگی میشه حجاب. انگار این سادگی جلوی دیدن اون جلال معنوی واقعی رو میگیره. برای همین کتاب تأکید میکنه که باید با چشم بصیرت نگاه کرد، نه فقط چشم سر. پس کل حرف اینه که باید عمیق‌تر نگاه کرد، فراتر از ظاهر و تفاسیر قدیمی و چسبیدن به لفظ. منابع به تفسیر دوباره مفاهیمی مثل قیامت و وجهت هم اشاره میکنن. انگار نباید منتظر یه واقعیت فیزیکی خاص، مثلا یه زلزله بزرگ یا بازگشت جسمانی باشیم. دقیقاً.
تمرکز از وقایع ظاهری و تحت اللفظی به واقعیت‌های معنوی منتقل میشه. این خیلی مهمه. مثلا قیامت لزوماً به معنی پایان فیزیکی دنیا نیست، بلکه بیشتر به معنی پایان یک دوره دینی و شروع دوره جدیده با ظهور یک پیامبر جدید. پس قیامت یعنی برخاستن یه دین جدید. میشه گفت برخاستن بشریت به یه سطح جدیدی از فهم و معنویت با پیام جدید. رجعت هم همینطور، به معنی بازگشت فیزیکی و جسمانی پیامبران گذشته نیست، بلکه بازگشت روح، حقیقت و کمالات اونهاست در قالب پیامبر جدید. عالیم و نظام معنویه که پیامبر جدید برای هدایت بشر میاره. پس فهمیدن این نمادها و کنار زدن این حجابها در نهایت ما رو به کجا میرسونه؟ به همون چیزی که اسم کتاب ازش گرفته شده. ایقان، یعنی یقین. راهنمای مطالعه هم اون رو سرتیتود ترجمه کرده، یعنی قطعیت، اطمینان کامل. پس هدف نهایی رسیدن به یه شناخت قلبی و محکمه؟ بله، رسیدن به یک ایمان و شناخت محکم و تزلزل ناپذیر نسبت به حقیقت الهی. یه شناختی که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توش نباشه. خب خیلی جالب بود. حالا اینا چه اهمیتی برای شما شنونده داره؟ به نظر میرسه این کتاب یه جور چارچوب یا یه لنز جدید میده برای نگاه کردن به تاریخ ادیان و حتی شاید برای فهم شخصی خودمون. یه راهی برای دیدن پیوستگی در پیام الهی در طول تاریخ. دقیقاً. و در نهایت فکر میکنم این پرسش رو برای ما باقی میذاره. اگر حقیقت الهی به تدریج آشکار میشه و درک ما آدما، تفسیرهای ما میتونه مثل یه حجاب عمل کنه، خب امروز برای شناخت حقیقت به هر شکلی که خودشو نشون میده چه چیزهایی در باورها و دیدگاههای خودمون هست که شاید لازم باشه یه بازنگری بکنیم، یه نگاه دوباره بهشون بندازیم.